آقای قربانی از فعالیت‌های خاص هنریتون هم برامون بگید. خب این براتون الان خیلی خاصه دیگه. بله. میخواین ارائهش بکنید در نمایشگاه و معرفیش بکنید به عنوان یک موضوع کاربردی و ملی. بله. از کاراتون بگید که ایده هایی که دارید و فکر میکنید که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بله. از دورانی که در خدمت پدر بودیم من میدیدم که خب کار پدر یک کار شاخصی هست و مثال زدنیه در سطح هنری و حتی بین الملل. مشورت کردیم با هم که یک آثاری خلق بکنیم که نمونش تا به حال انجام نشده باشه. از اونجایی که بنده خودم خیلی علاقه به شعر و ادبیات دارم، منبت‌کاری کلیات غزلیات حافظ به روی چوب رو مد نظر داشتیم و همچنین کار سختیه به نظر. کار بسیار دشواریه چون طراحی خیلی خاصی میخواد و زمانبندی خیلی منظمی باید داشته بشه، چون چوب یه خاصیتی داره که اگر به درستی ازش محافظت نشه ممکنه حالا بشکنه یا تاب برداره و همین جهت از لحاظ فنی خیلی کار مشکلی بود. بعد کمی بیشتر که فکر کردم احساس کردم که آیات مصحف شریف اولویت دارن بر کلیات غزلیات جناب حافظ علیه الرحمه و این شد که اولویت کارمون رو گذاشتیم اول روی منبت کل قرآن که طراحیش رو انجام دادیم و بله کاری هستش که به امید خدا پس از اتمام در گینس به ثبت خواهد رسید و جزو آثار ملی ایران محسوب خواهد شد و انشالله با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین همکاری وزارت ارشاد به امید خدا کاریه که به طور اخص به دنیای هنر انشالله معرفی خواهد شد. انشالله خیلی اتفاق مهمی میتونه تلقی بشه این که در منبت‌کاری و اون هم قرآن کریم خیلی میتونه درخشان باشه و انشالله که حالا دوستانم دارن در حین این که ما با شما گفتگو میکنیم تصاویری از کارهای شما رو پخش میکنن که خیلی زیباست. اون کاری که دارین انجام میدید جز کاری که اینجا هست نیست، درسته؟ خیر، این کاری که انجام میدیم طرح خیر و شر هست که به صورت نمادین اجرا میشه. شیر نماد خیر و نیکی و اژدها نماد پلیدی هستش که همیشه این دو همینی که در قصه های اساطیری در واقع بله بیان شده. بسیار خوب آقا، خیلی زیباست و چشم‌نواز و این که قدیمی نمیشه. بله، این دیگه بستگی به هنر هنرمند داره که بتونه طبق شرایط زمان تنظیم بکنه خودش رو و از طرح‌های استفاده بکنه که مورد استقبال مردم باشن و همچنین کار هنری کاری هستش که هنرمند باید خیلی به مسائل معنوی خودش دقت داشته باشه، چون هنرمند از روح الهی خودش الهام میگیره و کار رو به مرحله ظهور میرسونه. هر قدر قلب هنرمند پاکتر باشه، هر قدر توجهش به خدای خودش بیشتر باشه، آینه دلش صافتر باشه، نور خدا رو بهتر میگیره و راحت‌تر منعکسش میکنه. و این نکته‌ای که همه هنرمندان باید حتما توجه داشته باشن که انشالله بتونن با توسل به خدا اون شرایط لازم رو کسب بکنن که بتونن آثار زیبایی خلق بکنن که همگان از دیدن اون لذت ببرن. بسیار عالی آقا، خیلی لذت بردیم.